مردانی که هیچ تجارت و معامله‌ای آنان را از یاد خدا بر پا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند، آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها زیر و رو می شود تا خداوند آنان را به بهترین اعمالی که انجام دادند پاداش دهد و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید و خداوند به هر کس که بخواهد بی حساب روزی می دهد. مردانی که هیچ تجارت و معامله‌ای آنان را از یاد خدا بر پا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند، آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها زیر و رو می شود تا خداوند آنان را به بهترین اعمالی که انجام دادند پاداش دهد و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید و خداوند به هر کس که بخواهد بی حساب روزی می دهد.